تا حالا دقت کردی وقتی صورت گربت رو نوازش میکنی چقدر سریع آروم و خوشحال میشه؟ دلیلش چیه؟ بیا تا بهت بگم. قبلش اگر تو هم عاشق حیوانایی بکوب لایکو. خب این فقط به خاطر لوس بودنش نیست. گربه ها اطراف صورت، گونه و چونشون غددی دارن که فرامون تولید میکنه. وقتی اون قسمت ها رو آروم نوازش میکنی مغزش احساس امنیت و آرامش میگیره. تقریبا مثل اینه که دکمه ریلکس شدنش رو فشار داده باشی. این حرکت برای گربه یادآور زمانی هم هست که مادرش موقع بچگی تمیزش میکرد. برای همین حس اعتماد و راحتی بهش میده. به همین خاطر معمولاً سرش رو به دستت میچسبونه تا بیشتر نوازشش کنی. حتی بعضی وقتا اونقدر ازش خوشش میاد که یهو دستت رو آروم گاز میگیره. نگران نباش، این نشونه عصبانیت نیست. بیشتر یعنی زیادی داره لذت میبره و میخواد خودش رو خونسرد نشون بده. اگر از این سبک ویدیو خوشت میاد، سابسکرایب کن گممون نکنی.